سمارت مانی یک روش برای خواندن رفتار بازار است، جایی که به جای دنبال کردن حرکت قیمت بررسی میکنیم نقدینگی کجاست، ساختار بازار چگونه تغییر میکند و قیمت برای حرکت بعدی چه نواحی مهم را دنبال میکند. در سمارت مانی یاد میگیریم پشت حرکت های بزرگ بازار چی اتفاقی میافتد و چگونه از این اطلاعات برای ساختن یک معامله منطقی استفاده کنیم. Market Leader Academy. سلام علیکم دوستای عزیز، خوش آمدین به ویدیوی جدید از جلسه های بخش سمارت مانی دوره های اکادمی مارکت لیدر. امیدوار هستم که جور و سلامت و صحتمند باشین و درس قبلی را خوب مرور کرده باشین. درس قبلی ما در مورد BYS بود و امروز درس ما در مورد EVG ها است. ما امروز میخوانیم که EVG چیست، شکلش چگونه است، چه قسم در بازار تشکیل میشه، چی کار انجام میده، EVG معتبر کدام EVG گفته میشه. تمام اینا رو ما امروز میخوانیم. اگر چینل ما رو سابسکرایب نکردین سابسکرایبش بکنین و اگر از ویدیو خوشتان آمد لایک هم بکنین که انرژی بگیره ما ادامه هات. خب دوستان عزیز، EVG چیست؟ EVG یا Fair Value Gap به معنی شکاف ارزش منصفانه است. زمان ایجاد می شود که قیمت با سرعت زیاد حرکت میکنه. زمان ایجاد می شود که قیمت با سرعت زیاد حرکت می کند و بین خریداران و فروشندگان عدم تعادل وجود می آید. این عدم تعادل معمولاً باعث می شود قیمت دوباره به آن ناحیه برگردد. خب چگونه تشکیل میشه EVG؟ همیشه از 3 کندل تشکیل میشه. EVG همیشه از 3 کندل تشکیل میشه و دو نوع EVG داریم، صعودی و نزولی. کندل اول کندل دوم کندل قدرتمند می باشه، بعدش کندل سوم. اگر پایین ترین قیمت کندل سوم بالاترین قیمت کندل اول باشه، چه قسم؟ اگر پایین ترین قیمت کندل سومی از بالاترین قیمت کندل اول باشه EVG صعودی تشکیل میشه و نزولیش اگر بالاترین قیمت کندل سوم پایین تر از پایین ترین قیمت کندل اول باشه EVG نزولی تشکیل میشه. خیر است، ما میفهمم که کامپیوتر ویدیو نمیفهمی، در چارت که برام تشریح کنم بزرگ بهتر میفهمی، پس تا پایان ویدیو همراه ما باش. خب یک EVG معتبر دوستان چی ویژگی های داره؟ حرکت باید قدرتمند باشه، حرکت هایشون قدرتمند باشه. کندل وسط باید بزرگ باشه، کندل وسط بزرگ باشه کنم خالای قیمتی را ایجاد بکنه. بهتر است قبل از تشکیل EVG نقدینگی جمع‌آوری شده باشه. بهتر است که قبل از تشکیل شدن EVG نقدینگی هم جمع شده باشه. باید در جهت روند اصلی بازار باشد. EVG باید در جهت روند اصلی بازار باشه. EVG تایم های بالاتر اعتبار بیشتر داره و هر EVG نیست. بهترین تایم فریم ها برای EVG کدام تایم فریم ها است دوستای عزیز؟ تایم فریم های 4 ساعته، 1 ساعته، 15 دقیقه، 1 روزه، تایم های بزرگ. و پیشنهاد می شود ابتدا EVG را در تایم فریم های بالاتر پیدا کنیم و سپس در تایم فریم های پایین تر به دنبال ورود باشیم. چگونه از EVG استفاده میشه دوستای عزیز؟ روش اول ورود مستقیم، نقدینگی جمع میشه و بیوس چاپ تشکیل میشه، بعد EVG بازگشت به طرف قیمت EVG باز میگرده و ما وارد میشیم.
و بعضی ترکیب‌های دیگه داره که بواره ما در جلسه بالاتر میخوانیم و بعدش داخل کل از جلسه از ترکیب از اینا استفاده کرده استراتژی خود میسازیم. آیا همیشه قیمت به FPG برمیگرده دوستان؟ نه خیر. بزرگترین اشتباه معامله‌گرایی است که فکر میکنن قیمت همیشه برای پر کردن FPG برمیگرده، اما تو نیست. همیشه قیمت به طرف FPG بر نمیگرده. FPG فقط یک ناحیه مهم است و تضمینی نیست، به خاطر بازگشت قیمت FPG کدام چیز تضمینی وجود نداره. اما اگر برگرده ما اونجا را یک سهه مقاومتی محسوب میکنیم. اشتباهات رایج FPG چی از دوستان عزیز؟ معامله کردن روی همه FPG ها اشتباه است. نادیده گرفتن روند اصلی اشتباه است. روند مثلا سعودی است، یک FPG نزولی میبینین میگن این دیگه روند مثلا شد نزولی شد یا سعودی شد. نه، روند است. در جهت روند باید معامله کنیم. زور پیسای ما شما نمیرسه که ما چی کنیم این روند مثلا تغییر بدیم، در جهت روند باشه. ورود بدون تایید ساختار. ورود بدون تایید ساختار هم یکی از اشتباهات است که در FPG انجام میدن. استفاده از FPG بدون بررسی نقدینگی، گاهی مواقع نقدینگی رو بررسی نمیکنن و زمان که نقدینگی جمع نشده باشه بازار بدون نقدینگی حرکت کردن نمیتونه. تا که نقدینگی رو جمع نکنه سوخت لازم نداره که بازار حرکت کنه. معامله کردن فقط با لمس FPG، یک لمسش میکنه شما فکر میکنین که حرکت میکنه دیگه بازار به طرف روند اصلی. دوستان عزیز میریم FPG ها را در چارت بهتر و خوبتر و خلاصه تر میخوانیم. خب دوستان عزیز یک FPG از چند چیز تشکیل شده دوستان عزیز؟ از 3 کندل گفتیم تشکیل میشه، درست است؟ مثلا ای باشه کندل اولیش، ای باشه دوستان عزیز کندل دومی، اینی باشه دوستان عزیز مثلا کندل سومی. و تصور میکنیم که شادو هم می داشته باشه این کندل. به این شکل شادو هم احتمال داره که چیز داشته باشه. درست براتون رسمش کنم که بهتر بفهمین و جلسه بسیار مهم است. اینه به این شکل کندل تشکیل میشه دوستان عزیز. خب دوستان ما گفتیم کندل وسطی باید بزرگتر باشه که هست و گفتیم شکاف قیمتی جور میکنه. این شکاف قیمتی چی است دوستان عزیز؟ شکاف قیمتی بین از اینی شادو و اینی شادو می باشه. یعنی اینی کندل اینقدر جایه بین دو کندل دیگه بالا کده و فاصله آورده. اینی دوستان عزیز چی است؟ یک FPG سعودی است. اینی یک FPG سعودی است و اگر ما بخوایم چی کنیم نزولیش رسم کنیم میگیم از یک جای پایین میشه بعدش کندل بعدی تشکیل میشه. ایشا چی می باشه؟ قدرت می باشه. بعدش چی میشه؟ کندل بعدی تشکیل میشه
و چی می داشته باشه؟ شدورک ها می داشته باشه. به این شکل. این هم به شکل. اینجا به شکل. و پایینشم به این شکل. خب دوستای عزیز، اینجا زونه که در واسطه ویژی سودی کشیده بودیم به اینی اساس بود. خب پس اینجا چه قسم از دوستان؟ اینجا گفتیم که کندل وسطی باید کلان باشه. از کجا؟ از بالای زینی شدو تا بالای زینی شدو یک شکاف ایجاد کردن. میبینید بازار بالا شده. اینی دوستای عزیز یک گپ دیگه بوده، میتونه یک FVG دیگه بوده، میتونه برام FVG. خود شکل FVG این چیز است. اینا دوستای عزیز ما میریم چی میگیم؟ میگیم مثلا یک روند که میایه FVG شکل میگیره، میایه به این FVG میخوره، دوباره نمی FVG را مقاومت میده و دوباره پس روند برمیگرده. و از نزولیش روند مثلا میگیم میایه، پس مثلا از این محدوده ها بالا میشه، دیگه FVG میخوره و چی میشه؟ برمیگرده. بریم دوستای عزیز را در این چارت هم تست بکنیم. دوستای عزیز FVG به تنهایی خودش سیگنال بوده نمیتونه، که متوجه باشین ترکیب چندین دانه از اینا و ساختن استراتژی همراه از اینا است که به شما سیگنال بوده میتونه. خب دوستان، ما یک روند داریم. قسمی که میبینید اینجا یک چی است؟ یک FVG است، یک خلای قیمتی است. ما چی میگیم؟ ما میگیم مارکت برمیگرده به FVG و FVG چی نشان میده؟ واکنش نشان میده. صورت کمتر میسازم، بریم ببینیم. این برگشت 100% نیست دوستای عزیز، متوجه باشید. مارکت هیچ وقت تضمین نمیکنه که جای برگرده. دوستای عزیز یک FVG جدید اینجا داریم از اینی محدوده تا اینجا. ببینیم میگیم دلیل از این ناحیه شاید یک بیایه که میایه یا نمیایه. دلیل از این ناحیه آمد دوستای عزیز. ما از اینجا یک پوزیشن بای میگیریم، استاپ خدا پشت از اینی کف میمانیم، تارگت خودم اسپری وارد یک مرتب. گفتم هر FVG معتبر نیست. خب ببینین دی FVG واکنش نشان داده. اگر از اینجا مثلا معامله بگیریم، آها یک چیز فراموش شد دوستان. ما گفته بودیم نقدینگی روی FVG ها چی میمانه؟ تاثیر میمانه. زیر زینی کف ها نقدینگی نیست، پس امکان داره که اینجا هم نقدینگی باشه. 100% است. اینجا نقدینگی است. خب دوستان، استاپ ما رو پشت از اینی محدوده میمانیم. تارگت پروفیت ما رو اینجا اسپری وارد یک بر $2.5 ما فعال شد. میبینید با اینی
لحظه دوباره واکنش نشان داد. صورتش رو کم تیزتر بسازیم. یک تارگت قشنگ و زیبا بر ما داد. نقدینگی جمع شد. درست است؟ میبینید در فرم 4 ساعته است. اینجا یک دونه FPG رو ما تشخیص داده بودیم. آمد نقدینگی زیرش جمع کرد، دوباره حرکت کرد رفت بازار طرف جهت اصلی خود. اما اینجا بزرگ بود کندل، اما نقدینگی های جمع نشده بود. پس همه چیز مورد از اینا باید در نظر گرفته شود و اینا معامله شود. بریم دوستای عزیز ببینیم دیگه مارکت پیدا میکنیم. خب دوستای عزیز آمدیم که یک دانه را از نزولی براتون پیدا بکنم، یک دانه دیگر هم به شکلی که بیشتر کار کردیم از نزولیش پیدا کنیم. یک خلای قیمتی داریم دوستای عزیز. به این شکل است. واکنش مارکت به این خلای قیمتی میبینیم. سرعت چکم کمتر بسازیم. ببینید واکنش را. ما دوستای عزیز اینجا وارد یک پوزیشن سل میشیم. استاپ خود پشت از این کف سقف میمانیم. تارگت خود را کجا میمانیم دوستان؟ این زیر از این محدوده. ریسک و ریوارد 1/2 $. بریم ببینیم دوستا واکنش مارکته. فعال شد. بریم طرف استاپ میره بخیر. بله این دوستای عزیز یه هم از FPG چی نزولی. خب اگر از ویدیو خوشت آمده لایک و کامنت فراموش نشه و امیدوار هستم که بیشتر و بیشتر در مسیرهای بازارهای مالی با هم فعالیت‌های مقبول قشنگ را داشته باشیم. ویدیوی بعدی در مورد IFPG خواهد بود. IFPG ها را میریم تشریح میکنیم. تا ویدیوی بعدی به خداوند یکتا میسپارمتون. شب روزتون خوش، وقتتون بخیر. الله حافظ و نگهدارتون.